أكرم بل أعظم بحديث يروى عنهن، لا نجم لا قمر لا شيء يدنو منهن، لا قلب يشبههن إن نطق الطهر فهن في بيت الوحي بأنوار للأمة كن الأم. أكرم بل أعظم بحديث يروى عنهن، لا نجم لا قمر لا شيء يدنو منهن، لا قلب يشبههن إن نطق الطهر فهن في بيت الوحي بأنوار للأمة كن الأم. يا من خيركن الله بين جمال وزهو الدنيا أم في بيت فيه. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، قهرمان قصه امروزه من با شما این عایشه صدیقه دختر صدیق می باشند. خانومه که آنقدر در قلب پیامبر صلی الله علیه و سلم جایگاه خاص خود را داشته بودند که پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی در آخرین روزهای زندگی خود از همسران دیگری خود طلب کردند که بگذارید من حیات باقی مانده خود را، لحظات واپسین خود را در کنار عایشه سپری کنم. و در حقیقت وقتی جان پیامبر صلی الله علیه و سلم به حق تسلیم شد، پیامبر صلی الله علیه و سلم در آغوش حضرت عایشه بودند. بیایید از نزدیک با این جوان زن شناس شویم و ببینیم که چه درس‌های را ما می‌توانیم از زندگی حضرت عایشه به خود برداشت کنیم. پیش از همه حضرت عایشه رضی الله عنها ام المؤمنین زمان به دنیا آمدند که الکی پیامبر صلی الله علیه و سلم مبعوث شده بودند. بعضی از مورخین میگویند حضرت عایشه سال 5 و بعضیشان میگویند سال 4 بعثت به دنیا آمده بودند. به هر حال وقتی حضرت عایشه به دنیا آمده بودند، الکی پدرشان ابوبکر صدیق و مادرشان ام الرومان اسلام آورده بودند و مسلمان بودند. و حضرت عایشه میگویند از وقتی که من خودم را میشناسم پدر و مادرم یکتا پرست و مسلمان بودند. پیامبر صلی الله علیه و سلم تقریبا پس از 2 سالی وفات حضرت خدیجه با حضرت عایشه عقد نکاح می‌بندند، اما عقد نکاحی که هنوز همچون زن و شوهر با هم زندگی نمی‌کردند. و این گونه عرف در عرب ها تا هنوز هم هست که بعضی از عائله ها عقد نکاح را کمی پیشتر می‌بندند، اما توی عروسی پس از مدت می شود. چون حضرت عایشه خیلی کوچک بودند، در روایت 7 ساله، در روایت 6 ساله، اگرچه عقد نکاح بسته شده باشد هم حضرت عایشه در کنار پدر و مادر خود زندگی می کردند و در این مدت تقریبا 3 سال پیامبر صلی الله علیه و سلم با مادرمان سوده دختر زمعه زندگی کرده بودند که درباره‌شان در درس پیشتر الکی صحبت کرده گذاشته بودم. و اینجا وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه هجرت میکنند و 2 سال از هجرت میگذرد، تقریبا پس از جنگ بدر، پیامبر صلی الله علیه و سلم همچون زن و شوهر با حضرت عایشه زندگی را شروع میکنند و حضرت عایشه عروس شده به خانه پیامبر می آیند. و روایت صحیح ترین در آن است که حضرت عایشه در آن وقت 9 ساله بودند. و یکی از تهمت هایی که بالای پیامبرمان صلی الله علیه و سلم زده می شود این که گویا که پیامبر با دختر نابالغ ازدواج کردند و با او زندگی کردند. ولی این تهمت بیش نیست، برای آن که وقتی ما نگاه میکنیم دخترکان 9 ساله عرب ها هرگز مثل دخترکان 9 ساله تاجیک نیستند. و بسیاری از کشورهایی که در آنجا دخترها دیرتر به بلاغت میرسند گمان میکند که پیامبر صلی الله علیه و سلم به دخترچه 9 ساله‌ای که هنوز چیزی را نمیفهمد و تماما او به زندگی مشترک آماده نیست، پیامبر با او چگونه ازدواج کرده بودند و تهمت‌های نسبتی بهترین خلق بشر میزنند، در حالی که هر نفری که در کشورهای عرب زندگی کرده باشد، خواه در عربستان سعودی، خواه در مصر، خواه در سوریه، در لیبیا، می‌بیند که عرب‌ها خیلی زود به بلاغت میرسند و دخترچه 9 ساله عرب تقریباً
مثل دخترچه 15 ساله 16 ساله تاجیکستان است و هر کسی که این را ندیده است، من خود به چشمم با همسایه های در مصر زندگی کرده بودیم و خود در ترکیه هم میبینم که دخترچه هایی که از سوریه هستند، از لیبیا هستند، در 9 سالگی الکی مثل دخترک 15 ساله و 16 ساله قدرس میشوند. یعنی خیلی زود بزرگ میشوند و خیلی زود آنها را گفته میتوانید که یک دخترک بزرگ است. برای همین هم در فقه اسلامی نیز گفته میشود که دخترک از 9 سالگی حتی بعضیش از 8 سالگی الکی حیض میبیند و دخترک بزرگ میشود، یعنی بالغ میشود. پس حضرت عایشه هم وقتی به سن 9 ساله رسیده بودند، مثل همسن سالان خود الکی به بلاغت رسیده بودند و الکی ازدواج کرده می توانستند که این در عرب ها در همان زمان هم خیلی چیزی معمولی بود و کسی این رو نه به پیامبر نه به ابوبکر صدیق که در زمانش خیلی از انسانهای معروف و با آبرو بودن طعنه زده بود. و نفرانی که امروز طعنه میزنند پیش از همه بیخبر هستند از هر یک منطقه و انسانها و به بلاغت رسیدن زنها که کشورهایی هست که در آنجا دخترک ها خیلی زود به بلاغت میرسند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم با حضرت عایشه که الکی در 9 سالگی به بلاغت رسیده بودند ازدواج کردند. اگرچه بین پیامبر صلی الله علیه و سلم و حضرت عایشه تفاوت سن و سالی خیلی زیاد بود و حضرت پیامبر از حضرت عایشه خیلی بزرگ بودند، ولیکن آنقدر با هم مهر و محبت داشتند و آنقدر پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت عایشه محبت داشتند که اگر الان به حدیث ها نگاه کنیم فکر میکنید که شاید در دنیا شوهری نیست که همسر خود را این گونه دوست داشته باشد. پیش از همه خیلی که گفتیم از فضیلت های حضرت عایشه در آن است که یگانه همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم هستند که پیامبر بیکر یعنی دوشیزه با حضرت عایشه ازدواج کردند. چیزی دیگر در یک چند حدیث ها آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم از جمله حدیثی که عمرو بن عاص روایت میکنند میگویند بهترین مردها برای من ابوبکر است، یعنی دوست داشته ترین نفر از بین مردها این ابوبکر است و دوست داشته ترین زنها دختر ابوبکر یعنی عایشه صدیقه می باشند. و این چنین در حدیثی که در صحیح مسلم و بخاری آمده است خود حضرت عایشه روایت کرده میگویند وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم در خانه من بودند، اهل مدینه و همسایه ها کوشش میکردند زیادتر به ما هدیه فرستند از خوراک و از خوردنی و چیزهای دیگر، چون همه میدانستند که پیامبر مرا زیادتر دوست می‌دارند یا محبت پیامبر به من خاص است. و این را بقیه زنهای پیامبر وقتی میشنوند چون رشک در همه میشود رشک میکنند و ام سلمه که یکی از زنهای خیلی با فراست و با علم پیامبر بودند آمده به پیامبر میگویند پیامبر الله ما هم آن هدیه هایی که به عایشه می آید آن را می خواهیم، چرا همیشه وقتی شما در خانه عایشه هستید به شما هدیه می آید، در خانه ما هستید نمی آید، شما به مردم این را بگویید. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی 2-3 بار این را ام سلمه تکرار میکنند میگویند لا تؤذینی فی عایشه، ام سلمه مرا اذیتم نکن، به خاطر عایشه مرا اذیتم نکن. من هر زمانی که همراه عایشه هستم به من وحی نازل می شود و هر وقتی که من در نزد عایشه هستم به من وحی الهی می آید، در حالی که در نزد غیر عایشه هستم، در نزد دیگر همسرانم هستم وحی به من نمی آید و مرا تو به خاطر عایشه اذیت نکن. که بعد از این ام سلمه میگویند پیامبر الله پناه به الله اگر من شما را اذیت کرده باشم از این به بعد هرگز من شما را اذیت نمی کنم. و این چنین خود پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند پیش از آن که من عایشه را ازدواج کنم 3 بار پی در پی خواب دیدم که جبرائیل فرود می آید و در یک پارچه ابریشم یا گفتیم حریر در داخلش عایشه پیچانیده شده است و به من میگوید این را کشا. وقتی من میکشایم و عایشه را میبینم میگویم این کی است؟ جبرائیل میگوید این همسر تو در دنیا و آخرت هست. و من گفتم این خواب را که من پی در پی 3 بار دیدم، پس اگر این خواب از طرف پروردگار باشد تحقق می‌یابد و در حقیقت تحقق یافت و من با حضرت عایشه ازدواج کردم.
ولیکن اینجا چیزی دیگر در آن است که چون پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه عایشه ازدواج کردند و آن هم جوان دخترکی که اگرچه به بلاغت رسیده است خیلی عقلش از عقلهای کودکانه است یا فکرهایش مثل فکرهای کودکانه است، بسیار ماجراهای در حیاتشان گذشته بود. از جمله قصه که وقتی در روز عید بچه های افریقایی یا جوان های افریقایی در مسجد می رقصند و بازی می کنند، حضرت عایشه می گویند من از پیامبر خواستم، پیامبر هم مرا به کتف خود بالا کردند و من آنها را تماشا کردم و تا اینکه من گفتم بس است دیگر نمی خواهم، پیامبر در آنجا مرا برداشته ایستادند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم اینجا چون می دانستند که عایشه هنوز خرد است، اگرچه به بلاغت رسیده باشد هم بعضی از چیزها رو به حضرت عایشه اجازه داده بودند. از جمله این است که خودی در حدیث آمده است که دوبار همراه حضرت عایشه وقتی از سفر برمیگشتند مسابقه میکنند و حضرت عایشه میگویند بار من از پیامبر پیشتر گذشتم، بار دوم پیامبر از من پیشتر گذشتند، چون الکی من کمی فربه شده بودم و پیامبر به من گفتند انا این بار همان بار که برابر شد، دیگر هر دوی ما برابر هستیم. و این چونین در حدیثی که در بخاری هم هست، کتاب‌های سنن دیگر هم هست، حتی اونقدر اهمیت پیامبر به حضرت عایشه زیاد بود که وقتی بار یکی از جنگ‌ها برمیگردند، حضرت عایشه گردنبند خود را گم میکنند و به پیامبر شکایت میکنند که من گردنبندم را گم کردم. پیامبر به لشکر میگویند بیاید گردنبند عایشه را پیدا کنیم و حتی صبح می شود سپس پیدا میکنند. و حضرت ابوبکر این را شنیده وقتی به حضرت ابوبکر شکایت میکنند که ما به خاطر پیدا کردن عایشه دیگر تمام شب کفت و کف کردیم و آب هم نبود، ما بی آب نمازمان را خواندیم بی طهارت، حضرت ابوبکر دیگر دختر خود را به پهلوی دلشان میزنند که تو چگونه توانستی تمام این مردم را سرسان و آواره کنی. ولی این برکت عایشه بود که بعد از همین حادثه آیت تیمم نازل می شود که اگر در راه هستید یا بیمار هستید و آب پیدا کرده نمی توانید، شما می توانید که با خاک تیمم کنید. و قصه ها درباره این که حضرت عایشه از اینکه جوان بودند و چه خیلی که میگوییم کمی خونشون سرد بود، بعضی از مشکلی ها میشد، بعضی از جنجال ها میشد، ولی پیامبر چیزی نمی گفتند. خیلی زیاد است، در این باره در یکی از برنامه های دیگر با هم صحبت میکنیم. و اینجا میگذاریم به محبت پیامبر گفتیم درباره حضرت عایشه و آنقدر پیامبر حضرت عایشه را دوست می داشتند که حتی پیش از مرگ خود به همسران دیگر خود که در خانه میمونه بودند میگویند من بیمار هستم، میخواهم در کنار عایشه باشم. همه همسران پیامبر راضی میشوند و حضرت عایشه میگویند وقتی وفات پیامبر در بغل من بود و آخرین چیزی که به دهانش رفته بود این آب دهان من بود که من مسواک را ملایم کرده به دهانشان داده بودم و در کنار من و در همان شب و روزی که نوبت من بود پیامبر صلی الله علیه و سلم جان خود را به حق تسلیم کرد. اما درباره علم عایشه، خودی عروه ابن زبیر که جیانی حضرت عایشه می باشند یا پسر اسماء خواهر عایشه می باشند، عروه می گویند من کسی را نه در فقه، نه در تفسیر، نه در حدیث، نه در علم میراث و حتی شعر و تاریخ مثل خاله ام عایشه ندیده بودم. و حتی باری گفتم که خاله جان درباره آیت و حدیث و فقه و شعر و اینها باکی نیست، شما اینها رو از پدرتان از شوهرتان پیامبر آموخته اید، اما طب رو از کجا آموختید؟ از کجا شما اینقدر در ساحه طب مهارت دارید؟ خاله ام به من گفت جیانم وقتی من بیمار می شدم یا پیامبر بیمار می شدند، بزرگترین نفرانی که در طب تخصص دارند آمده نصیحت می کردند یا چیزی را به ما وصیت می کردند. از همان من همه‌اش را جمع کردم و درباره طب هم یک معلوماتی کامل پیدا کردم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم همه‌اش همراه حضرت عایشه 8 سال زندگی کردند، ولی در این مدت 8 سال تقریبا 2210 حدیث را حضرت عایشه از پیامبر نقل کردگی هستند که در صحیح بخاری و مسلم و نسائی دیگر کتاب‌های سنن هست. و عجیبش این است که ابو موسی اشعری میگویند
پس از مرگ پیامبر در هر مشکلی فقهی و مشکلی شرعی که ما در حیرت میموندیم که به کجا رویم از کی بپرسیم، خود عمر باشند که خلیفه بودند یا عثمان که خلیفه بودند، میگفتند دوید رفته از ام المؤمنین عایشه بپرسید، در نزد عایشه علم پیامبر است و حتی خطا نمیکنیم اگر گوییم که 4/1 علم شریعت را خودی از فتوا و حدیث های روایت کرده حضرت عایشه به ما در کتاب ها آمده رسیده است. و در این مدت کوتاهی که با پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت عایشه زندگی کردند، نه تنها علم، سخاوت و کریمی را هم آموختند. چگونه که میدونیم پیامبر از اهل دنیا نبودند و حتی وقتی حضرت عایشه میگویند پیامبری الله، من میبینم که جایگاه خواب شما خیلی درشت و خشین است، پهلوهایتان تاثیر گرفته است از سختی جای خوابتان، برایتان یگان تخت خوابی ملایم پیدا کنیم. میگویند عایشه، مالی و مال دنیا، به من چی است از این دنیا؟ مرا به دنیا چی کار است؟ من مثل مسافری هستم که در وقت سفر کردن زیر سایه یک درخت کمی می نشیند و سپس می رود. من از این دنیا می روم و چیزی نمی خواهم. در حدیث دیگر می گویند اگر خواستم کوه ها را الله به من طلا و نقره می کند، ولی من اهل دنیا نیستم. انا این تربیه پیامبر به عایشه بود که بعد از وفات پیامبر وقتی حضرت معاویه در وقت خلافت خود و این چونین زبیر ابن عوام و دیگر صحابه ها از حضرت عمر شروع کرده به حضرت عایشه حتی تا 7 کیلو و زیادتر از آن طلا میفرستادند، تمام آن را ذره به ذره، تین به تین حضرت عایشه به تمام کمبغلان صدقه میکردند. و عروه جیانشان میگویند من به چشمم دیدم که عایشه تمام طلاهای به دستش آمده را صدقه میکرد، در حالی که کرته دریده اش را با دستانش میدوخت. یعنی ام المؤمنین آن تربیه‌ای که از پیامبر گرفته بودند، آن زهدی که و آنی که از دنیا دیگر چیزی نمیخواهند، به درجه رسیده بودند که کرته های دریده خود را با دستان خود میدوختند و در به میکردند، ولی از طلاهایی که برایشان هدیه می آمد حتی یک کرته نمیخریدند و باری حتی روزدار بودند و همان روز به نزدشان خیلی زیاد هدیه می آید، ولی همش را در یک بارگی صدقه میکنند. خادمه‌شان میگوید ام المؤمنین شما روزدار هستید، حتی 1 کیلو گوشت هم نخریدیم که افطار کنیم. حضرت عایشه میگویند اگر به خاطرم می آوردی من گوشت می خریدم، ولی از خاطرم رفته است. این بود که حضرت عایشه در 19 سالگی از پیامبر میمانند. یعنی وقتی حضرت عایشه 19 ساله بودند پیامبر وفات میکنند. در بعضی قولها 18 ساله بودند که پیامبر وفات میکنند و تقریبا تا 65 سالگی زندگی میکنند، ولی از 19 سالگی تا 65 سالگی همه‌اش با روزه داری، با قیام اللیل، با صدقه کردن، تین به تین هدیه‌ای که می آید و این چونین فتوا دادن و آموزانیدن علم دین علل خصوص درباره فقه و درباره حدیث زندگیشان را سپری میکنند. اینجا 2 واقعه خیلی مهم در زندگی حضرت عایشه رخ میدهد. یکی حادثه افک که تهمت شدن حضرت عایشه در 13 سالگی است. دیگر اشتراک حضرت عایشه در بزرگترین فتنه که در بین حضرت علی و صحابگان دیگر شده بود که میگویم موقع جمل است. انشاءالله درباره این 2 حادثه مهم که خیلی از حادثه های مهم تاریخی است در درس آینده یا در نوار دیگر با هم صحبت میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.